سلام بچه ها، چطور خوبین؟ امیدوارم هر جا که هستین روزتون حالتون خوب باشه. بچه ها، من فکر منو درگیر کرده. قیافه شبیه یکی از فامیلامونه. فقط نمیدونم این اتفاقی پیش اومده. بله، ویدیو رو دیگه شلوغ نکنیم. خب ببینید بچه ها، همون دکمه که تو ویدیو قبل گفته بودم الان عکسش هم واسه شما نشون میدم. دکمه‌ای که الان عکسش نشون دادم رو شما اگه بزنید، گفتم دیگه فقط یه بار بزنید دیگه، فشار نه. اگه فشار بدید عکس میگیرید. یه بار بزنید تموم شد دیگه. یه بار بزنید یه دونه منو وسطتون باز میشه که الان عکس اونم واسه شما نشون میدم. راست که اسکرین رکورد است رو شما کلیک کنید روش، همون ضرب در رو بزنید، شروع به اسکرین رکورد میکنه که من اونطوری الان ویدیو رو استارت زدم. الان دارم فیلم برمیدارم از صفحه. و بله دیگه، ویدیو فعلا به پایان رسید و ویدیوی بعدیمون در مورد که چطوری بتونیم مثلا یه حرکت خفنی رو زدیم تو هر بازی. حالا مثلا من مثال میزنم جی تی آی، یه حرکت خفن زنیم ولی یادمون رفت اسکرین رکورد استارت بزنیم. میتونیم یه کاری کنیم که دوباره بازی یه کاری کلا میکنه از اون صحنات قبل، بلکه در از اون موقعی که PS5 هم روشن کردی. ببین چه قابلیت خوبیه، PS5 تو روشن کرد، از اون موقع بازی خودش تو یادش مونده. بعد تو میتونی از اول تا اونجا که حالا هستی یه فیلم ذخیره کنی. حتی میتونی تو PS5 خودت ویرایشش کنی یا بندازی تو گوشی خودت ویرایش کنی. این قابلیت خیلی خوبیه که یادت رفت اسکرین رکورد بزنی ولی میتونی دوباره اون لحظهش رو ضبط کنی و حالا به مثل من به گروهت بذاری. خب بچه، ویدیومون به پایان رسید. ویدیو بعدیمون موضوعش همینه. ممنون، خدافظ.